های گایز، سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من طائفی هستم دوستان. امروز خیلی هاتون دیدم داخل دایرکت اینستا گفته بودیم اگه مثلا درخواست داشتین داخل کامنت ها بگین، نه داخل دایرکت اینستا. ممنون میشه دوستان. خیلی هاتون گفته بودین اتچمنت های گانای برتر بتل رو بگید. من زیاد حرف نمیزنم، بریم اتچمنت ها رو بهتون بدم. 3 تا از اتچمنت های برتر. گان اولش M13 دوستان، یک گان خیلی خوبه، اصلا این گان حرف نداره. این اتچی که براش دیدم یه خورده سنگینه، یه خورده دوستان. اتچمنت بعدی بیوایه دوستان. بیوای خیلی این سیزن بهتر از اچ کریم عمل کرده. حالا اونایی که بیوای نمیچینه، من آخر ویدیو که نه میخوام بریم داخل تمرینی اینا رو تست کنیم، من اونجا بهتون یه اتچمنت اچ با اتچمنت که من بهتون میدم. خب بریم برای گان بعدی دوستان. مثل همیشه گانی که همیشه باهاتون لودات باشه AK 117. این گان واقعا خوبه. این اتچمنت براتون چیدم، هم دور زنه، هم نقطه زنه، هم بدون لگده. خیلی خوبه. بعد آخر ویدیو گیم پلی هم بهتون نشون میدم، میبینین چقدر گان باحالیه، اصلا لگد نداره. خب دوستان، میریم داخل بخش تمرینی که چند تا بات اضافه میکنیم. میبینید دوستان ما اینجا به کله میزنیم 36 تا دمیج میده، یعنی 3-4 تا به کله بزنیم اگه آرمور 200 نداشته باشه طرف میفته. تیرو بذار بی‌نهایت کنم. خوب ما کنید بزنیم به سینه 25 تا 24 تا، نه به سینه بزنیم، سینه شکم 25 تا، از به پا بزنیم تا شکم میخوره 24 تا دمش. و بریم از دورتر تستش کنیم. دوباره پا 24 25، چرا به هیدش نمیخوره؟ 36 دوباره همون، فرقی نکرد. حالا بذار دوباره تست کنیم. نه شد 21، هید شد 30 تا. شکم و پا یکی شد، جفتشون 21. الان پا شد 20، شکم شد 21، هیدم 30 تا. از 40 متری تست کنیم. خب چرا هیچ نمیشه؟ خب به پا بخوره 19 تا، به شکم 20 تا، به کله برخورد نمیکنه. به کلش برخورد نمیکنه. اف پی کنم. نه به کلش نمیخوره. 20 تا به کلش من یه بار تست کرده بودم، به کلش بخوره 29 تا. خب دوستان یه ما بیوایمون رو تست کنیم. M13 که داخل هر رنجی بخواین زد، دیدیم داخل همه رنجا میزنه. بچه این بیوای واقعا خیلی خوب دمیج میده. به پا بزنیم 264 تا دمیج میده اگه به پا بزنیم. به سینه هم بزنیم 264 تا، 158 تا به کله مگه میشه؟ 79 تا. پس این نها کن 230 تا اگه بخوایم خوب بزنیم به کله. بریم رو باتا تستشون کنیم. نها کنین گانا اصلا لگدم نداره. لگد داره یک کوچولو، ولی شما با دستتون میتونید خیلی راحت لگدشو بگیرید. اگه یه اسم پرکه چی بود یادم رفت، یکی پرک لانگ برل رو بخواین روی این اتچمنت ها بندازیم، واقعا اتچمنت های خوبی میشن. الان مثلا پرک لانگ برل رو روی 111 بندازین دیگه اصلا لگد نداره، همینجوریش هم اصلا لگد نداره. منظورم اینه که اگه مثلا لانگ برل روش بندازین از لگد، یعنی این که مثلا دقت تیرش خیلی میره بالا. 2 تا پرک دیگه هم بود که الان میخوام بندازم روش، مشاهده میکنین. از اول بازی تا موقعی که دراپ بیاد بگردین دنبال همین پرکا، که پرکا رو پیدا کنید، دراپ اومد بندازین روش دیگه، بگید بزنین در گوشه نمیاد. خب دوستان اینجا من دارم اتچمنت ها رو تست میکنم. خیلی بیوایم داره وان شات میکنه دیگه، از دور دو شات میکنه. ببینین دیگه خودتون. خب گان 117 رو بیاریم. ها کنید اصلا لگد نداره. ببینید این الان بدونین که من اصلا دستمو نذاشتم اصلا دارم کنترل نمی کنم سفر رو، فقط دارم میبرم بالا پایین. که الان اینجا الان براتون
برای لگدگیریش تست هم میکنه، ببینیم 40 متری، چون همه این رنجا رو 117 میزنه. پیام داد آخه الان وقت پیام دادنه. خب نگاه کنید، گان بسیار خوب. آخر همین تمرینی ها دوستان من اتچمنت HS و KRM هم براتون گذاشتم، حتما اون بردارید. از این شات ها نگاه کنید چرا ریجستر نشد. واسه یه دونه بزنم، خورد. یکی دیگه بزنم، نشد چرا نمیخوره. آها زدم. خب نگاه کنید همینجوری که میبینین بیوای داره همه رو وانشات میکنه. این 117 هم همه رو با چند تا تیر میندازه. نگاه کنید اینجا برای لگدگیری. نگاه کنید اصلا لگد نداره گاه. تو نشستم که قشنگ ببینید. نگاه کنید این الان بدونید که من اصلا دستمو نذاشتم لگد رو کنترلش کنم. اینا خب دوستان بریم پرکا رو روش بندازیم. اولین پرک اون بازو از اسمشو نمیدونم. بعد یک این دوتا فلشه هست. پرک چی به دیگه بندازم؟ لانگ برل. بعد این پرکا لجندشو بندازین. اگر لجندشو گیرنه بعد حالا اپیک اشکال نداره، ولی سعی کنید لجندشو بندازین چون خیلی میتونه کمکتون کنه. بعد چانا کنید اینجا ببینید هم دقت تیره ببینید هم لگد تیره. اصلا من الان اینجا ندارم کنترل میکنم نه کاری. اینو خودتون هم میتونید این داخل تمرین تست کنید. بچه‌ها واقعا این ویدیو امروز خیلی ویدیو گادی شده چون هم اتچمنت داره هم گیم پلی داره. راستی اگر میخواین خیلی خوب شاتگان بزنی به همراه موومنت و اتچمنت من داخل ویدیو قبلی آموزش دادم، حتما برید اون ویدیو رو ببینید چون خیلی میتونه بهتون کمک کنه. لینکش هم میذارم داخل این زیر. خب اصلا داریم میبینیم هیپ فایر. واسه ببینم هیپ فایرش چطور میتونه باشه چون من هیپ فایر 117 رو تست نکردم. هیپ فایرش اون اتچمنتی که بهتون نشون دادم مارکسمن گذاشته بودم روش دیگه، درسته؟ بفرمایید اینم از اتچمنت های HS و کریم. دوستان مارکسمن گذاشته بودم. هیپ فایرش هم خیلی خوب میتونه باشه. ببین برای تست کردن اینجا پینگ من داره بود 102 هم باید حالا با 102 هم اینقدر دیگه ریجستر بد نیست. اینجا الکی مثلا داده شده میدیشاره ولی اصلا پینگ اینجوری نیست. پینگ آشغاله ولی حتی پینگ دارن ریجستر نمیشه دیگه. بات بود اصلا به بات ریجستر نمیشه. فکر کنم باید هم دیگه نت میدارم نمیدونم انجا اینه که خوب بود. خب میریم اینجا دوستان گیم پلی واقعا گیم پلی خوبی شده. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب هم یادتون نره، زنگولش هم فعال کنید که هر موقع ویدیو میذارم اولین نفری باشه این ویدیو میبینید. دوستان نظرتون چیه؟ چنل تیار هم بزنم حتما داخل کامنت ها بزنم یا نزنم. اگه گفتین یه چنل میزنم، اگه گفتین نه که نه نمیزنم دیگه. نظر هر کدومتون بیشتر بود همون اجرا میشه. خب دوستان اینجا نها کنید. اینجا الان منو میزنه، من دیفندر بد کاشتم ولی میام پایین همینو میزنم. اینجا اعصابم خیلی خوشه. خب دوستان اینجا اومدم پایین، اومدم بخاطر انفیزه رو بردارم که دیگه دیوار رو برداشتم. حالا بدبختانه متاسفانه اصلا سر از من وجود نداره. اینجا با کنسی اینجا دوباره تیمم بچه اصلا مگه میشه تیمم اینجا نمیشه اصلا. اینجا یه انفور بگیم داخل لیستا برداشتیم تا 15 و انفور بود. انفور به نظر من اصلا بسیم بهتره که همه گانا اومدن رفتن. سریعیده اومد رفت، اشت اومد رفت، تیاره اومد رفت. الان میام خیلی از گانا رفتن. فقط الان تنها چیزی که چند سیزن مونده انفوره. دیواری هم که کنم یک چیزی نه که اینجا میدونه یارشون اومد، یارشون رو بگیم چی؟ نوشته بروکن رو زدیم. این بروکن تو لیستا چی نداشت غالبه بشه نداشت. خب
اینجا من رفتم این چیزا رو برداشتم ولی دیگه هیچ چیزی نمونده بود رفته بودم. این چیزا رو برداشتم دوستان. من با همین اسکواد آخر همین مچ آخر این مچ میخوریم به همون اسکواده. منطقه با معرضتون میگیرم بالاخره یعنی چون لیدم فایده نداره. خب ما الان اتچمنت ها رو چند تا تست کردیم. حالا داخل تمرین تست کردیم تو بازی هم حالا ما چند تا چیز میدونیم. حالا گیم پلی بالی شده. خب بریم از اون بیرون. این چه خبره؟ یارم چرا مرد؟ احتمالا یکی که یارم. خب دوستان بیایم اینجا. همونی که پیش یارم بود اینجا الان. این میتونیم بگم ناکن دیوای ببین. ناکن یه سوری اسلاید. که من همه این موومنت ها برای شاتگان و داخل ویدیو قبلی توضیح دادم. هم موومنت هاشو کامل گفتم. اصلا همه نکات رو گفتم. یه ویدیو خیلی باحالی شد. خب اینجا بریم ببینیم دوباره یار همونی که یارم خبر ماشین. این ماشینه که حالا هیچی اینجا الان همونی که منو زد الان میبینم. این همونی که منو زد. اینجا بینید تمام اصلاح جان تمام. این همونی بود که منو زد. میدونی چی برای من عجیب بود؟ اینجا وایت شد. بعد من دوباره رفتم اسکواد آخر بود دیگه. یکی 3 نفر بود. یکی منو یاری یکی دیگه مونده بود. دوستان اونی که منو زد اسمش بود چی بود نمیدونم. بعد من آخر اسکواد آخر همین یه نفر این یکی هم میزنم دوباره اسم همینو داشت. فکر کنم جفتشون یه اسم گذاشتم ولی یکی آخرش نقطه داشت یکی نه. خب دوستان اومدیم به آخر مچ با همون دقیقا همونی که من نمیدونم اون بود یا این بود چون جفت اسمشون یکی بود. این یارم رو زد برای این گروه سویی دانتی داد. اینجا پیشنده رو کاشتیم. یه ویدیو سه نشد. این مچ خیلی پینگم بد بود نمیدونم به خاطر چی. بریم اینجا پشت کاری. دوستان اگه هر موقع شاتگان داشتید حتما با کاور وارد کنید. اینجا بدترین حالت ممکن برای ما پیش اومد. شد الان من شد برگردم بکشم منو میزنه برای همین در نگشتم. بعد یهو برگشتم. بعد شما ببینید اگه این کجا کمپ کرده پشماتون میریزه. نگاه کنید. یعنی اینجا کمپ کرده من با این دستگرم کشتم بازم نتونست. این از اتچمنت 117 من هرچی گشتم پیرکا رو پیدا نکردم. نمیدونم چرا پیدا کردم ولی اپلیکشون هم فرقی با اون آبیان نداره. آبی سرد نمیدونم خب دوستان اینجا خیلی من نامردی میزنم. اصلا یه اسکواد فوق ترای هارد ناکن. اینجا 4 نفر بودن گفتم تیر بزنن الان میان. گفتم مثلا یکی بیان با بیوای بزننشون. گفتم دارم یهو دیدم اینجا شدن 4 نفر. بعد وار ماشین داشتن. اصلا کلا با وار ماشین داشت. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. لطفا تو کامنت ها بگید. حتما بگید داخل کامنت ها که چنل تلگرام بزنم یا نه. چون اول نظر شما برای من مهمه. بعد من خودم اجراش میکنم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.